درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار. چون همیشگی در خدمت شما من هستم مریم دولت و همکار گرامی من محمود کبیر. امروز اطراف یک موضوعی که گویا که با این واژه هایی که ما اینجا تکرار میکنیم یک رابطه غیر مستقیم دارد، ولی روزگار انسان ها به این معنی، به این چیزی که سریع امروز میخوایم صحبت کنیم اصلا وجود ندارد. این موضوع موسیقی است. موسیقی چی است؟ این صنعت است، این طلبات روانی انسان است، این طلبات احساسی است و من در روزگار انسان چه تأثیری دارد. ما میخواستیم اطراف این موضوع بعضی چیزها را اینجا مطرح کنیم، بعضی دانش‌ها و اطلاعات هایی را که از جانب روانشناسان و فلسفه دانان تا امروز ایجاد شده است و میان آمده است پیشکش کنیم و همزمان اندیشه خود ما را، آن تاثیراتی که از روزگار خود ما بیرون آمده است برای شما پیشنهاد کنیم تا معین شود که موسیقی چیست و برای چه خداوند تقدیر شور کیهان موسیقی را برای انسان اهدا کرده است. خیلی موضوع عجیب است. فکر میکنم که در آنکه حالا بینندگان گرامی ما رو تماشا کرده ایستادند و البته چون بینگرند به روزگار خود میبینند که این روزگار پر از موسیقی است و موسیقی های گوناگون، چی در باطن انسان، چی در بیرون، چی در تلویزیون، چی در رادیو، چی در فیته ها. یعنی که یک چیزی هست که هر روز هست ولی کم با او دقت میدهند و بعضا دقت خود رو با اون که دادن میبینن و میگوین که این موسیقی است، ولی موسیقی این قسمی از هستی انسان است و اون صدایی هست که لپیش های خود را دارد، پست و بلند خود را دارد و موسیقی باشد این صدای برنامه ساخته شده است. در نهاد او یک برنامه است، یک خبر است، یک اطلاعات است. اگر به زبان عادی تاجیکی گوییم صدا را موسیقی جان است. بله، واقعا موسیقی میتوانیم اون رو به دو بخش به طور شرطی جدا کنیم. بخشی که موسیقی است که بیرون می آید، موسیقی حرفه‌ای مثلا اون چیزی که انسان ها ایجاد میکنن و خود جریان ایجاد هم انگار درباره موسیقی سخن میکنیم. باید به خاطر بیارم که ایجاد چیست؟ ایجاد اون چیزی که از بالا، از شور کیهان یا میتوانیم الهام گوییم اهدا می شود و آنهایی که موسیقی رو میسازند آنها این کار نیست که انسان با دست کرده تواند. این اصلا ایجاد انسان هم شاید نباشد، زیرا ناخواسته می آید، طرزی می آید که شاید خود بسته‌کار پیشکی اون رو برنامه ریخته نتواند، گفته نتواند که ما زیر کدام نوته ها کدام سرود ایجاد خواهد شد، کدام آهنگ به دنیا می آید، پیشنهاد می شود. اون چیزی است که موسیقی که ما از بیرون میشنویم، موسیقی حرفه‌ای که با نام این کلمه نامگذاری شده است، ولی اصلا زندگی موسیقی خودش را دارد و این موسیقی ها را ما هر لحظه و هر ثانیه میشنویم، فقط درک نمیکنیم. مثلا نبض دل انسان، این موسیقی سلامتی است. اگر نبض روان است، منظم است، یعنی انسان سالم است. و هنگامی که موسیقی نبض انسان، وقتی انسان سالم است، انسان را حتی نمیشنود، حس نمیکند. بله، اگر که نبض ویران شد، انسان همون وقت موسیقی ناجوری دلش رو میتواند شنود. و نه تنها دل، قبل از هر که نه تنها دل ما صدا دارد، تمام جسم انسان صداهای خودش را دارد و انسان سالم یکی از نشانه های سلامتی هم اون است که وقتی که ما صداهایی که از بیرون می آید آن را به راحت می شنویم. اگر جسم ما جور است، سالم است، موسیقی داخلی ارگانیسم ما، جسم ما، روان ما اگر واقعا جور باشد، یک کلمه دیگر است موزون باشد،
гармония мегӯянд. Гармоничный бошад. ҳама чизе ки садоҳое ки аз берун меояд, мо онро ба таври дигар инъикос мекунем. яъне онро хуш мешунавем. ҳатто садои гирияи кӯдак, садои фарёди модар, мо дар он чизҳоеро мебинем ки барои мо зарур аст. аз меъёр зиёд намебинем. яъне шунавоии мо на танҳо ин гӯши мо аст, тамоми ҷисми мо як асбоби бузурги шунавоӣ аст. ва ман гумон мекунам ки ин чиз муҳимтар аст аз чизҳои дигар. ҳатто аз он мусиқии ҳирфавии олиҷанобе ки масалан баъзан дунёи инсонро дигар мекунад, он чизе ки мусиқии дохилии инсон, тарзи садошунавии инсон муҳимтар аст аз ҳама ин чизҳо, ки мо ба олами беруна ки ҳамеша пур аз садоҳо аст, ки ин садоҳо барои мо мусиқӣ хуш мешавад ё нохуш, ҷисми худро, равони худро омода карда тавонем, мувофиқ карда тавонем, мутаносиб бошад. дар ҳақиқат ҳозир мақсади мо ҳам ҳамин аст ки мо то андозае имрӯз муносибати шуури ҷамъияти худро ба мусиқа, ба ин садои ки гоҳе ин садо марҳами равон аст, гоҳе ин сабаби рушд ҳаст, гоҳе ин андешарониро метизонад. ва умуман муносибати мардуми мо ки хело дар мусиқа хуб аст, мо онро боз хубтар гардонем ва баъзе ҷиҳатҳои илмии онро рӯшан андозем ва ба таърихи мусиқаи миллии худ мо онро пайваст кунем ва ана ҳамин силсилае ки то омадааст, ҳамонро ҳам барои касоне ки ҳоло мусиқа эҷод мекунанд, композитор ҳастанд, бастакор ҳастанд, барои онҳо ҳам фикр мекунам ки аз манфиат холӣ нест, чунки мусиқа яъне як асрорест ки илм хело дар он чизҳои хуберо кашф кардааст барои манфиати мардум. ва бигирем агар аз худи ҳамин фалсафаи мусиқа, вақте ки аввалин сухане ки шуури Кайҳон гуфт бишав ва бишуд, яъне аз сухан садо баромад ва ин садо ба ҳаракат мубаддал гашт ва ҳар боре ки ҳаракат дар фазо пайдо ки шуд, боз садо як шакли худ, як мазмуни худро гирифт. яъне ки садо ин аз ҳаракате аст ки дар фазо ҳаст ва ҳар як садое ки мо мешунавем маъние дорад ва як барномаеро дорад. чунки соли дар асри 20 солҳои 70 олимони амрико чун садоҳои меомадаи аз Кайҳонро гӯш карданд, диданд ки миллиардҳо садоҳо омада истодааст. ва ин оламест, оламе ки дар он мавҷудотҳое ҳастанд ки зиндагӣ мекунанд ва дар фарҳанги диниимон мо онро яке аз фариштаҳое мегӯем ки фариштаи, агар хато накунам, ҳотиф мегӯянд. яъне ки ин буд ҳаст, яки олами дигарест ки майнаи сари инсон ба он як даричае дорад ва ин дарича аз 16 герц то 20 000 герцро, яъне ин лапишҳоро мешунавад. аз ин пасту аз ин баландро шунидан наметавонад. масалан мо ултразвук, ултрасадое ки муоина мекунем, садо ҳаст, бо воситаи садо мо ташхис мемонем, вале онро намешунавем. онро истифода мебарем вале намешунавем. аз ин ҳам инфрасадоҳо ҳастанд ки мо намешунавем ва майнаи сари мо имкони шунидани онҳоро, яъне ки ба ин чиз рост карда нашудааст. ва мо медонем ки садое ки инсон мешунавад албатта алифбои худро дорад ва мо онро мебинем ки дар чанд ҳарфҳое ҳаст ва ин садо боз ки ҷон дода шуд, барнома сохта шуд, сухан мешавад ва чизи дигареш ки барои эҳсос ҳаст, барои эҳсос аст, яъне агар сухан барои ақл бошад, ана чизи дигараш барои эҳсос аст ки инро мусиқа мегӯянд ва 7 алифбои худро дорад. ҳамин 7 алифбои худ доре ми фасоля сие ки ҳаст, ана ҳамин алифбоҳои мусиқа ҳастанд. акун тасаввур кунед ки мо дар маркази майнаи чапи инсон маркази нутқ дорем
و نطقی که ما گوش میکنیم میشنویم و باز در مرکزی معینه نیمکره راست داریم مرکزی موسیقی، قبول وسپریت موزیکی، درکی موسیقی هست. از این بر میباید که معینه سری ما کایها برای موسیقی ساخته شده است و خودی اصطلاح موسیقی که در روسی موزیک انگلیسی و موسیقی که در زبان ناب تاجیکی ما هست و متاسفانه در بعضی اطلاعات ها سرچشمه های اینترنتی آن را یکی از صنعت میگویند که گویا که به زبان یونانی معنای صنعت و صنعت یک سمداره هست گفتند و ما میدونیم که صنعت از خودی این همین مرکزهای چی شرق نزدیک و چی آسیای مرکزی صنعت به دنیا پهن شده است و چی که رفت به طرف هندوستان و بهترین انکشاف را یافت، اولویسیون خود و تحولات خود را موسیقی یافت و چی به طرف غرب رفت، از آن جمله به یونان و از آنجا به ریم و در آنجا هم یک جهت های اولویسیونی خودش را یافت و هر خلق و هر قوم اسباب‌های خود را ساختند، اسباب‌های موسیقی خود را ساختند و با واسطه آن وابسته از آن طرز حیاتی که داشتند آنها موسیقی را استفاده می‌بردند. یعنی پس از این بر می‌آید که موسیقی یک قسمی از هستی انسان است و اولین اولویسیونی که آن در ما کرد این اولویسیون موسیقی بود که آن را به شکل 12 مقام گفتند. بله. یعنی کارکردی علمای ما، کارکردی آن موسیقی شناسان ما به درجه بود که موسیقی یکی از قسم جدا نشونده هستی شد و آدمانی که اشرافزاده بودند با آدمانی که زندگی که من انسان بر این زندگی میکردن آنها حیات خود را به موسیقی پیوستند و عجیبش آن که به نزدیکی من همراه استاد حیات نعمت خوردم و یک سخن عجیبی گفت که درباره صحبت درباره موسیقی درباره مقام های 12 مقام و 6 مقام رفت. آن شاعری نابی سمرقندی چنین گفت که یکی از سبب های آن که عمر من دراز بود این انا همین 6 مقام بود، همین 12 مقام بود. اون صحبتی اولی که ما همراه داشتیم و باز پسانتر این سخن گفت که من پس وقتی که اینو پیوست کردم و دیدم که می توانسته است موسیقی تاثیر باز نه فقط احساسی بلکه فیزیکی جسمی رساند و حالا معلوم است که موسیقی در معنی سر گرمان های حاصل می کند، گرمان هایی که انسان را حلاوت می بخشند، زندگیش دیگر می کنند. و وقتی که این سخن گفت و من دیدم مشق های نفسی که هم در تصوف ما هستند و هم مشق های نفسی که در یوگای هندوها هستند و همین 12 مقام و 6 مقام امینه ها چی داشتن؟ مشق های نفسی داشتن، یعنی که نفس تا آخر برآوردن و دور دراز آن را نگاه داشتن تاثیرات های روانی و انرژتیکی به جسم انسان میرسانده است. و باز یکی از کشفیات دیگری در یک صحبت با این عالم کردیم که در حقیقت آموزاندن موسیقی های کلاسیکی ما به خلق ما این سبب اون می شود که هم به سلامتیشان تاثیر میرسانند هم به انگیزه می دهند آن گن های ارثی که در ملت ما اینقدر سال آمدند. و باز نقطه نظر عجیبی گفتن این شاعری بزرگ گفتن که مسئله اصطلاح تاجیک که اصطلاح تاجیک از همون دوره بود است که آمیخته زیاد پیش از کوروش کبیر خلقها بودند و از هر کجا پیش از او شاهی بود که می آورد و اشراف زادگان می آورد جمع می کرد، چی از مصر چی از وابیلون چی از یهودای از هر گوشه دنیا می آورد و آنها که آمیخته شده بودند برای فرق کردن همون قوم خود آنها را تاج‌های خود دقیق در سر می ماند و گفت که همین اصطلاح تاجیک نه از همون داشتن تاجی که باید آنها رو فرق میکنند از دیگر چیزها. و اون من صحبت ها کردیم و من دیدم که مسئله دیگری که گردش انرژتیکی که در طب
خطای چین هست و ما میدونیم که تیبی چینی یکی از قسم‌های تیبی کلاسیکی تاجیکی شرقی ما هست که ما رو کار کردیم، چون اساس تیبی مثلا چینی رو 4 عنصر ما تشکیل میدن و در همونجا گردش انرژتیکی هست. هر یک عضو رو 2 ساعتی نور انرژی کیهانی سی نام دارد گردش میکنند و در همینجا همون صحبت ما باز فهمیدیم که ممکن بوده است که با واسطه 12 مقام هر 2 ساعت خواندن همان و موسیقی پس گذاشته شود و در فضای خانه 2 ساعتی دوام کند. این سبب یان میشود است که انسان سلامتیش دیگر میشد و گردش انا همان نوری انرژتیکی و روحی انسان را دیگر میکرد است. ببینید چقدر سیر و اسرار در همین یک موسیقی و تاثیر او بر انسان بوده است. واقعا اگر که عالم موسیقی نظر کنیم ما ببینیم که اون خیلی وسیع است از اون واژه‌ای که ما میفهمیم. همون موسیقی که موسیقی حرفه‌ای و خلقی و غیره به بخش‌ها تقسیم میشوند. زیرا عالم موسیقی چون پیشتر گفتم هر جسم انسان خودش یک ساز است، یک ساز است که موسیقی خودش رو دارد، یک انسامبل. بله. و هر چیزی که انسان در اطراف خودش دارد اینا آهنگ‌های خودشان رو دارن. رفتار ما، گفتار ما، شنیدن مثلا متن‌های حتی نثریه که ما میشنویم، مثلا یا که خواندن دعاها، تلاوت‌ها، در کدام ملتی نباشد، در کدام فرهنگی نباشد، اینها صداهای خودشان رو دارن. وابسته به محیط روزگار انسان‌های محل و منطقه‌های گوناگون، وابسته به منتالیته و جهانبینی آنها که از این منتالیته جهانبینی و محیط طلبات روانی آنها مشخص می شود. مثلا صدای سرودهای آهنگ‌هایی که افریقایی هستند از ملت‌های دیگر خیلی فرق میکنند. مردم شمال دور مثلا یا قطی‌ها یک آهنگ‌های عجیبی دارن که در ملت‌های دیگر حتی نیست، نظیرشون نیست. آهنگ‌های مثلا کشورهای اروپا هایشون اسباب‌های موسیقیشون فرق دارد و خودی آهنگ‌ها فرق دارند و اون آهنگ 12 مقام که حالا در شکل مختصرتر 6 مقام در ما باقی مانده است، آهنگ‌های ملی ما با اون باز علاوه میشد فلکی ما، این خاص مردم آریا نژاد است، در ملت‌های دیگر نیستند. و با وجود اینکه جسم انسان‌ها از نگاه اگر فیزیولوژی نگاه کنیم، از نگاه آناتومی نگاه کنیم خیلی عمومیت دارد، ولی شاید طلبات معینه، طلبات روان از هم دیگر خیلی تفاوت دارد که ما رو همچون ملت‌ها، خلق‌ها، قوم‌های گوناگون جدا میکند و یکی از بخش‌های معین کننده آن همین موسیقی است که اون با جهانیان هم ما رو معرفی میکند، ویژگی‌های دنیای ما رو معرفی میکند و هم در عین زمان خود ما رو به خودمون میشناساند. و همین چیزی که مثلا از صحبت حیات نعمت در اون صحبتی که همراه بودیم و چیزی که استاد گفتن از زمان کودکی خودشون به خاطر آوردن که چقدر بابایشون با اون کس سر دراز عمری رو یاد دادن با واسطه سرودن سرودهای 6 مقام و هر کدامش یک خاصگی خود را داشت و هر کدام یک رسالت خودش را داشت و استاد با وجود آنکه گویا که جسم خیلی نحیفی دارند و همه ما هنگامی در صحبت این آدم میشنید بدونید که اینقدر روح توانا دارند و اون روح توانا را اون بابای بزرگوار خردمند در روح نبیرهشون در کودکی با واسطه موسیقی جای کرده است و یعنی همون مکانیزم های افکار انسان رو، مکانیزم های معینه انسان رو، مکانیزم های فیزیولوژی جسم انسان رو خیلی ماهرانه استفاده کرده توانسته است با واسطه همین اسباب موسیقی، با واسطه صدا، با واسطه سرود 6 مقام که هرچند ما میگیم که اگر که 6 مقام رو، سرود رو، موسیقی رو اگر یک بخش صنعت ملی گوییم، در این زمان در مثال استاد حیات نعمت ما دیدیم که اون یک رسالت عجیبی دیگری داشته است برای واقعا بزرگ کردن روح اینقدر خدمت کرده است. از این لحاظ هنگامی که ما اطراف موسیقی صحبت میکنیم ما یک چیز دیگر رو باید یاد بگیریم که موسیقی همه چیزی که در اطراف است آن رو خوب بشناسیم و منفعت خودمون استفاده کرده توانیم. خوش غیر از این از انرژی ویژگی خاص هر یک انسان طلبات روانی و ذوق موسیقی شناسی او پیدا میشد. خود جوانان مثلا دوست میدارن موسیقی های با سرعت رو
موسیقی که حرکت زیاد میخواهد، زیرا جسمشان چنین است. اونجا گرمان ها فعالند، خون سرعت گردشش دیگر خیلی است و اینها خود حرکتشان همین خیلی است. و با مرور زمان مثلا شش مقام رو با کودک 7 ساله 8 ساله برای فهموندن خیلی صبر و طاقت لازم است. برای این گونه کودکان موسیقی مثلا پرشور و خروش آسان‌تر از هضم کردنش. ولی اگر با این کودک از ایام کودکیش قدم به قدم ما با شش مقام معینه او را مشق دهیم، ان همون تمکینی که شش مقام در بنیاد انسان جای میکند از ایام جوانی با او جای میشود. و انسان در جوانی یک گونه مشکلش آن است که همین غلیان جوش و خروشش رو تنظیم کردن نمیتواند، در اداره آن مشکلی میکشد. ولی وقتی که اگر انسان همین چیز رو به کودک یاد داده توانیم، واقعا خیلی خدمت بزرگی میکنیم به فرزند خودمان که همون در تنظیم غلیان روانی خودش نورسی ما و جوانی بر کمال ما علاقه مشکلی نمیکشد. در مورد انتخاب اون غلیان جوانی با خلل نمیرساند. و اگر اهمیت داده باشیم، ما مثلا مردم تاجیکستان ما کشور ارژنگی است و هر یک محل ما خصوصیت خاص خودش را دارد. مردم کوهستان آهنگ‌های پرجوش و خروش رو دوست می‌دارن و فلک رو دوست می‌دارن. مردم شهرهای قدیمی ما خوجند و روتپه باشد، بخارا و سمرقند باشد، مردم وادی فرغانه باشد، شش مقام رو دوست می‌دارن. و در اون منطقه‌ای که شش مقام بیشتر مقام دارد، اونجا اگر اهمیت داده باشد مردمش هم بتمکین‌تر هستند. حتی در جوانیش هم آنها یک وزن و یک معیارهای دیگری دارند در رفتارشون. و هنگامی که به این اهمیت میدهید، ما میدونیم که از این دو چیز ما باید چیزهای دیگری برای خودمون کشف کنیم. همون سینتز صنعت ملی رو، موسیقی ملی رو برای پیشرفت ملت استفاده کردنمون لازم میاد و این قدم نوبتی، وظیفه نوبتی شاید فرهنگی ملت ما باشد که ما هم با این مردم این طرف هم با مردم این طرف در یک جایگی تمام نوع‌های موسیقی رو در آوان کودکیشان یاد داده توانیم، ذوق آنها رو به این چیزها بیدار کنیم. متاسفانه در مردم ما، همین در فرهنگ ملی ما این چیز خیلی کم است. در محل‌ها فقط در شهرها کلان می شود که کودک رو از دوره مکتب خانیش به مکتب‌های موسیقی میبرند، نه به خاطر اینکه متخصص‌های موسیقی باشد، به خاطر اینکه ذوق موسیقی شناسی او بیدار باشد، رواج یابد و در دوران زندگیش چقدر عمری که داشته باشد، نه بسته به آنکه موسیقی دان کسب میشود یا نمیشود، از موسیقی لذت برده تواند. این نعمت خداداد رو برای آرام کردن روان خودش یا که در جای برای نیرو گرفتن و بردم کردن روح خودش استفاده کرده تواند. ولی این چیز رو هنوز ما گفته نمیتونم که این نیروی عظیم رو هنوز در عین زمان من گمان میکنم که مردم ما هنوز استفاده کردنش رو یاد نگرفتند. و شاید قدم نوبتی ما همین باشد که ما ترغیب کنیم حس موسیقی شناسی رو در کودکان تربیت کردن. درست است که ما میبینیم که اگر در معینه سر مرکزی درک موسیقی باشد، پس از این بر میباید که خیلی نقش مهم در رفتار، در اندیشه و احساسات انسان دارد. بله. ما گفتیم که موسیقی که از عالم احساس است، چون که ما گفتیم که مرکزش در نیمکره معینه راست انسان است و این از دلیل علمی که هست. برای همین از موسیقی از عالم احساس است و ما برای همین او رو امروز گپ میزنیم و تعریضی میکنیم که در حقیقت خیلی خوب درک کرده که در یونان قدیم و در دربارهای بسیار شاههای گذشته همین منطقه های ما در تربیه فرزندان، در تربیه تیزن ذهنیت رو تیز کردن فرزندان خود از موسیقی خیلی خوب استفاده می بردن. و خیلی که گفتیم همین انعنه‌های ملی و انعنه‌های کلاسیکی ما و انعنه‌هایی که در کنسرواتیسم ملی ما هستند، آنها رو حالا بیدار کردن. این همون باز یک گوییم که ایندیویدوال است، یک چیزهای خصوصی ملی، فردی ملی ما را باز نگه می‌دارد در این روندهای جهانی شوی. چون که ملت ما باز در عالم موسیقی دست خود را دارد، چون که پیامبر موسیقی این باربد است و باربد هیکلش در
ناحیه دروازه حاضره گذاشته شده است و بینید درستی آن تصمیمی که یونسکو گرفت در اون است که همون سلسله اولادی باربد تا حال دوام دارد که یکی از همون شاخه ارثیت باربد در اکاشریف جورایف برآمد که سالهای حکومت شورا موسیقی تاجیک را جان بخشید و آن را سیستم کرد و معرفی در حکومت شورا کرد و بهوده انا این فیلارمونیا را به نام او تاجیکستان عزیز نگذاشته است. یعنی این یک خود شعوری جمعیت ما، زیایان ما، کسانی که دست در فرهنگ ملی ما دارند و آن را رشد می‌دهند این را درک میکنند که نوتهایی بود که فقط آنها را اکاشریف جورایف خواندن میتوانست. بله چنین بود. و یکی از شاخه اولادی ارثیت او این آلی عبدالله نظری هست که فرزندان او تا حاضر دولت نظری، اسماعیل نظری، فرزند او صاحب و همین ها همون چیز هنوز دوام داده ایستادن و این یک شاخه بود چون که در دایره ادبیات ایجادی شاهیگری در واز همان وقته بغیر از شاعران و بغیر از متفکران و بغیر از کاسبان و گوییم که جنگاوران باز بود یک دایره ادبی موسیقی شناسان بودند که موسیقی ایجاد میکردن و گوییم که آن رو رشد میدادن، انکشاف میکردن و بینید در تاجیکستان در هر سمت چی در گوییم که سمت بلجوان، چی در سمت زرافشان، چی سمت گوییم بدخشان و چی در سمت درواز موسیقی یک رشد، یک انکشاف و یک خصوصیت های خاصی انکشافی اولویسیونی خود را دارد. بله. ما میبینیم و حس میکنیم که موسیقی که مثلا بدخشانی ها می نوازند، بله. موسیقی که در جنوب و در شمال نواخته میشد و این وابسته از آن بود که در شرایط و حالت هایی که زندگی مردم رو چه خیلی تاریخ تاثیر رسانده بود. مثلا دایم تخت و تاسهای گوناگونی که به خطلان زمین می شدن و سبب آن شد که موسیقی سرعتش را تیز کرد، آهنگ جنگی گرفت و بینید که در شاهیگری در روز که کوهستان بود و در آنجا تا عصر 18 کسی هجوم کرده نمیتوانست، موسیقی رو نسبتاً معتدل، بله، موزونیت خود را داشت و عموما در شهرهای دیگر نزدیکی‌هایش سمرقند و بخارا و خوجند موسیقی خاصی دیگر جا داشت که چون که در آنجاها 100 ساله ها جنگ نمی شدن، یعنی 100 ساله ها بعد یک جنگ های تبادلاتی می شد که سبب عوض شدن، ولی باز موسیقی برای دربار و خدمت دربار و برای خدمت اهل فرهنگ دائم تیار بود و رشد می‌یافت، انکشاف می‌یافت. و در این بین چنین شد که آهسته مناسبت های ارتودکسالی دینی فشار آوردن و بعضا کسانی بودند که در گوش کردن موسیقی، در استفاده آن در زندگی از حد گذراندند و این سبب اعتراضی گوییم که بعضی کسانی دیگر از فرهنگ دینی شد، اینه که سبب اعتراض دیگر از طرف فرهنگ دینی شد و برای همین اندکی رشدی موسیقی اولویسیون آن، تحولات آن در جاهای ما باز ماند و از آن جمله از 12 مقام به 6 مقام آمدنش هم همین یک سبب شد که متخصصان داننده 12 مقام کمتر شدن و به این اعتبار داده نمیشد چون که سر کرده از دوره‌ای که چنگیز خان آمد و این جاها را تأثیر منفی خود را رساند، رشد موسیقی هم سوس شد و آن در ادبیاتی دهنکی خلق زنده ماند. همین طور بودن کسانی که همین فرهنگی موسیقی را نگاه داشتند و آن را به 6 مقام تا 6 مقام آمده نگاه داشتند و تا حاضر رساندند و چی سبب شد که در غرب موسیقی رشد یافت و اولویسیون خود را کرد. تخیلاتی کرد که حالا ما موسیقی های ایجادیاتی که آنها میکنند ما میبینیم که کیهان را حتی موسیقی های کیهانی مینوازند. بله. آنها موسیقی های الکترونی ایجاد کردند، موسیقی های کوانتی ایجاد کردند، یعنی که چیزهای ایجاد کردند که در آن البته درک میدهد از اولویسیون
تحولات موسیقی که موسیقی هم مانند درخت کلان میشد. موسیقی مانند یک گویم که چیزی سوبیکتیوی رشد و کمالات و تنزل و باز اثر نو پیدا شدن خود را دارد وابسته از آن روش هایی که در دنیا میشد. و عجیبش آن است که وقتی که یکی از سبب هایی که به موسیقی منفی نظر افکندن این البته همون موسیقی بود که جنسیت را بیدار میکرد. در عامه چنین شد که بسیار موسیقی را درک عقلی و احساسی آن را که بعضی آدم در ساحه عامه که آن را نمیفهمیدن و این سبب شد که می توانستند بعضی ها چنان کنند که سبب بیدار شدن جنسیت یعنی ویبراتسیا ها و ویبراتسیا یعنی که لپیش های موجی که از موسیقی می شدن آنها با قسمی پایانی تن انسان یعنی که نفس جنسی او تاثیر میکردن و برای همین خطر ایجاد شد که جای عقل را میتوانست که جنسیت بالا بگیرد، غریزه های جنسی بالا بگیرد و این سبب سوس شدن مثلا انکشاف اجتماعی یا که فرهنگی شود. برای همین بعضی آدمانی که دوراندیش بعضی صد راه میگذاشتند و موسیقی را اندکی حرام کردند یعنی که پنهان کردن از بعضی کسایی که استفاده بردن آن را نتوانند. انا همین سبب شده مناسبتی یک احتیاطکارانه یا یک مناسبتی دلسردانه یک فرهنگ دینی نسبت به همین موسیقی شد. و البته ما میدونیم که اگر بینیم در تاریخ میبینیم که ابن عرب چطور درباره موسیقی چیزهای خوبی در فرهنگ عربی گفته است و آن را ایجاد کرده است و ما میدانیم که فارابی چنان مینواخت که میدانست که کدام موسیقی و روان انسان چه تاثیر میرساند. می آمد موسیقی مینواخت در محفل ها که همه میخندیدن، موسیقی مینواخت که همه گریه میکردن و موسیقی مینواخت که همه را خواب میبرد و او همون اسباب موسیقیش مانده میرفت و میخواستند که او نیست، یعنی که چی خیلی آن میدانست. بینید که در معینه سر مرکز گریه هست، در معینه سر مرکز خنده هست، در معینه سر مرکز خواب هست. اینقدر نازک میدانست ویبراتسیا یعنی که آن لپیش های موجی صدا رو که آنها راست می آمدن به همون مرکز می زدن و آن مرکز انگیزه می یافت یا که به حالت بازداری می شد تاثیر می رسانند. این سیر است که حالا بسته‌کاران ما باید اینو بدانند و درک کنند که کدام طرف‌های مثبت انسانی رو ما می توانیم بیدار کنیم با واسطه موسیقی. دوست داشتن طبیعت را، وطن دوستی را، علم آموزی را، مهر و محبت را، بخشش را، اختراع‌کاری ها کردن و عموما مقصدناک و هدفناک زندگی کردن را ممکن است که با یک موسیقی ما تاثیر رسانیم و سمت بدهیم به شعور جمعیت خود. واقعا چنین است و اگر اهمیت داده باشیم تمام بزرگان ادبیات ما همه آنها از علم موسیقی با خبر بودند. درباره روزگار کدامی از آنها اگر ما وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم، تاریخ ادبیات خودمان رو خو رودکی باشد، خو فردوسی باشد، خو عبدالرحمن جامی باشد، خو کدام دیگر میدونیم که نه جلالدین رومی بله خو بله مولای بزرگ باشد، ما ببینیم که آنجا موقع موسیقی در ایجادیات اونها خیلی بزرگ است. حتی بعدا مثلا درباره رودکی چنگ بگرفت و نواخت. خود مولانا اومد سرتاپو مولوی مثنوی استاد بایست خودش یک موسیقی است، یک چیزی خیلی موزون است و اینجا خانه میگذاریم به موضوع پیوند شعر، کلام و آهنگ. زیرا اگر که موسیقی یک چیزی خود به خود تاثیر رساننده بر نهاد انسان باشد، کلام، شعر یک چیز علاهده دیگر است و در سرود اینها به هم پیوند می شوند و واقعا شاعران بزرگ ما خود شعر که یک موسیقی است و شاعران میدونند که آنهایی که مثلا لایقت ایجاد دارن شعر می نویسند، آنها میدونند که شعرهایی هستند که با آهنگشان یک بار تولید می شوند، یعنی در شکل سرود به وجود می آیند، در شکل ترانه به وجود می آیند و غیر از این خود شعر حتی اگر در شکل قرائت باشد آهنگ خودش را دارد و همین وزن
عروس که با فایلاتون و مفایلون خودش مشهور است، هم تقطیع های او همین گویا که بنات موسیقی مانند هستند و وقتی خودی همون مثلا فایلون میگه خودش یک آهنگ است تلک است و شعر هم بله. این چیز عجیبش این است که خداوند طبیعت در ضمیر انسان ها همین وزن ها رو خودش رو جو کرده است. بعضا شعر یک نفر رو میگیرید اگر که پرسید که وزن عروس چی است شاید جواب درست داده نتواند، ولی شعرش در داخل همون وزن ریخته شده است. یعنی آهنگ شعر در ژنتیکای او، در نهادی او، در بنیادی او، در سریشتش چنان جای گرفته است که وقتی که سخن میکند سخن در شکل شعر وجود می آید. شاعران خلقی ما بعضی اگر که وزن هجایی هم که ایجاد کنند ولی رباعی های خلقی رو همیته اکثر رباعی های خلقی رو آنهایی گفتند که کلمه عروس رو شاید نشنیده باشند، ولی اونقدر در ارثیت ما در دینکای ما جو شده است وزن عروس که رباعی خودش در شکل در وزن موافق خودش تولید می شود، ایجاد می شود، ریخته می شود با آهنگ خودش. این یک طرف شعر است. طرف دیگر شعر اون است که در خود شعر بسیار چیزهای عجیب میآیند. وقتی که ما با ایجادیات شاعران توجه میکنیم میبینیم چقدر صداهای عجیب رو آنها خودشون مثلا درباره آهنگ صدای مثلا دریا، رودی من عالم دیگر شد، تو همان هستی همان میگه استاد ترسون زاده و ما صدای دریا رو میشنویم. در اشعار لایق دریا بسیار است. یک در جای دیگر استاد ترسون زاده میگه که در خیابان چون به گوش آمد صدای پاشنه، دل برقصیدن در آمد در هوای پاشنه. یعنی خود صدای پاشنه برای شاعر یک آهنگ است و این آهنگ رو در داخل شعر جای کرده است و واقعا وقتی این شعر میشنویم یا قرائت میکنیم ما هم صدای پاشنه رو میشنویم که چون موسیقی در گوش جوان عاشق صدا میدهد. این سری شاعران گفتید آنها همین حادثه و واقعه هایی که در صدا هستند یا که با چشم میبینن آنها رو به سخن نگردانند. بله. این یک بسیار این شاعر کسبی همین است. بله. یک واقعه میبیند و از آن با سخنی که باز در نظم و عروض میماند رو در که قافیه میبندد میکند بینید این یک این سیری شاعران حرفه‌ای است. بله واقعا اصلا شاعران بزرگی شاعران شاید در اون است که همون کانالی که از خداوند باید بگیرند اطلاعات رو در شکل شعر همون کانال باز است، همون جریان همیشه کشوده است و همون این اطلاعاتی که میتوان در شکل دیگر عالم در شکل اثرش میگه، نویسنده در شکل رمانش پویستش میگه، شاعر اون رو خیلی موجز میکند و با آهنگ برای عقل برای روان موافق و مساعد و تیز وارد شونده اون رو پیشنهاد میکند. همه چیزی که ما میگیم حتی رمان هم اثر علمی هم آهنگ خودش رو دارد. هنگام خواندن انسان در داخل انسان لپش های دیگرگونی های به وجود می آیند که این همون آهنگ ها هستند. هرچند اینا از آهنگ های موسیقی که ما عادت کرده ایم فرق میکند این لپش های موج ها، ولی شعر همون آهنگ رو در شکل موافق ترین و مناسب ترین برای معنی انسان پیشنهاد میکند و شاید ملت ما از این نگاه از ملت های باشد که برای او شعر بیشتر مؤثرتر است و سببش هم شاید همین چیز باشد که آن آهنگ دارد، آن موسیقی خودش را دارد در داخل خودش و همه چیزی که همون دانش ها، اطلاعات ها، موج های روانی که به انسان و جرسی شطور کاروانش بله اینش هم هست. بله تو خود غزل بزرگ سعدی که ای کاروان آهستران کارامی جا نمی رود، ولی قدمانی شطور است. شطور به همون زنگولایی که در گردن میمید و رفتن و سفرکنی سفرکی ها رو آسان میکرد. بسیار درست قید کردید. ما اگر بگیریم یک بین طلایی هست که قبول موسیقی در فرهنگ ما جا می شود. اگر که ما فرهنگ ملی خود هم گیریم که فرهنگ ملی ما عبارت از فرهنگ دینی ملی ما یکی از اون این خواندن قرائت قرآن است. بله. ما می بینیم که همین در خود خواندن قرآن هم یک موسیقی است. یک رویش خوانش خود را دارد، حتی در اذان دادن،
و خواندن آیه های خداوندی ما میبینیم که یک موسیقی، ولی کسی جرأت نکرده است که نوتای آن را بنویسد و تا حاضر، چون که مناسبتشون که اندکی به موسیقی احتیاطکارانه که بود، کسی تا حال جرأت نکرد و این جرأت است اگر نوتای آن را بگید و خواننده چنین بخواند که آن در حقیقت بدونی که هرچند بعضا مضمونش نمیفهمند ولی بینید اثرات احساسی را میرساند، گرمان های انسان رو در شنیدن آیه های قرآنی دیگرگون میشد. البته این در درد شده است حتی در ژنتیک انسان، یعنی که ما میبینیم که از اون جهت ها جریان میگیرد و البته نفهمیدن عالم موسیقی سبب آن شد که آنها این رو باز در عصرهای میانه سر کرده که جنگ های بسیار غارتگری های زیادی در آسیا میانه بود و آسیا مرکزی و بسیار کشمکشی های گوناگون و همین دوره ما میبینیم که ایجادیات سستر شد و فرهنگ رو به تنزل، از آن جمله موسیقی حرام بود باز حرامتر شد. بله. و چیزی که بسیار در نقض گفتید مسئله دیدی شاعران را که ما گفتیم بینید که میتوانند یک انرژتیکی رو، یک حادثه رو به حادثه دیگر مبدل کنند، ترانسفورماسیون کنند. اکنون کمپوزیتور هم، بسته‌کار هم در مثلا دیدن شکفتن یک گل، همان شکفتن گل رو به زبان موسیقی میارد. بله. یا که نگاهی عاشقی را، بله. یا که بی‌ضابطه ها یک ناآرامی ها یک آدمی را که یک کاری را حل میکنند، یا که فکرهای بدی که عملی شدنی میخواهند کدام موسیقی را بیدار میکنند. مثلا من در فیلم هایی که بریس کیمیاگرف که شاهنامه را ایجاد کرده بود، من در زمان شوروی این چیز به نظر گرفته میشد و موسیقی هایی که در همون فیلم های شاهنامه استفاده برده شدند در حقیقت حالت های احساسی و هیجانی عقلی و همون قهرمان و واقعیه رو درک میکنه، یعنی که گویم که بیرون میکنن، آن رو به زبان دیگر میگوییم تجلی میکنند یا که انعکاس میکنن همون واقع، همون حادثه ای که در همونجا میشه. اون بینید میشده است. برای چی فیلم های زمان شوروی، همون شوری که همون فیلم هایی بودن تا حاضر مردم سویتی که در دوره شوروی زندگی کرده بود آنها رو نقض میبیند، دوست میدارد. یکی از سبب هاش انا همان موسیقی های هجوی که در آنجا جا داشتند. بله. مثلا خود نیکولین شعری میخواند درباره خرگوش ها. انا کن بینید که این موسیقی هایی که در شاهنامه، در فیلم شاهنامه گذاشته شدند، آنها سبب شدند که همین فیلم ها هرچند که با اون تکنولوژی سالهای 70 عصر 20 گرفته بنوار گرفته شده باشند، ولی همین موسیقی همون جذابیت آنها رو، قدر آنها رو، یک زینه آنها، بلندی ایجادیات آنها رو نشان میدهد. برای همین خودی بسته‌کار، خودی کمپوزیتور همین چیزها رو دیدنش لازم است. از آن جمله آن چیزی که واقع و حادثه هایی که در جمهوری تاجیکستان ما شده ایستاده است. کمپوزیتوران، بسته‌کاران، موسیقی ایجاد کنان می توانند چنان موسیقی های ایجاد کنند که دانشجویان ما باز خوبتر خوانند. بله. می توانند چنان موسیقی های ایجاد که در در ارتش ملی ما آنها سبب رشد و نمای که سمت های حربیگی، حسی و تندرستی و حربی انتظامی آنها شد. یعنی هنوز همون موسیقی های شوروی که آمدن تا حاضر ما در بعضی سمت های حیات خود هنوز آنها رو میبینیم، از آن جمله استفاده میکنیم. ولی باید زمان آمده است که این چیز رو درک کنند و میفهمند که این موسیقی وقتی که جا شد و یک چیز رو انعکاس کرد، یک چیز رو بیدار کرد، یک چیز رو به زبان دیگر گردان ترانسفورماسیون کرد، او ابدی است. همون موسیقی ابدی میماند. کم واقعی نیستن که در 25 سالی که در تاجیکستان ما شد واقعه های زیادی شدن.
سرکرده از صلح و سرکرده از مثلا این به نزدیک 25 سالگی جمهوری خود رو جشن گرفتن و از اون که اینقدر قانون دیگرگونی ها و چیزهایی که در تاجیکستان شد باید این را بستگان ما به زبان موسیقی گردانند و زمانی شد که باز همان 12 مقام را از سر نو یابند و آن را به شکل معاصر به جهانیان پیشکش کنند، چون که موسیقی این فرهنگ ماست که به جهانیان ما او را دادیم و پیامبری موسیقی هم از که قوم از ملت ماست که تا حال این در تمام دنیا روزی موسیقی و روزی باربد جشن گرفته می شود. بله واقعا چنین است و من میخواستم چیز دیگر رو در حوزه چیزی شما گفتید بگم و برای این پیش از همه من گمان میکنم که تربیت در عائله در این مورد باید جدی باشه. عائله، باغچه و مکتب. در زمان من نمیدونم حضور در برنامه مکتبی متاسفانه فرزند مکتب خون ندارم، نبیرم خورد هستن، نمیدونم که در برنامه مکتبی چند ساعت است درس موسیقی. در زمان ما درس سرود بود و درس موسیقی نبود راستیگه. خود در بعضی صنف‌ها در بعضی مکتب‌ها یگون پیانی نبود، در صنف‌های دیگر در مکتب‌های دیگر نبود و من گمان میکنم این شاید از همون وقت یک اندک کمبودیش همون ساحه هم شاید بود، ولی این زمان شوروی بود، اون چیزی بود بعضی ها گرفتن بعضی ها نگرفتن. مثلا ما یکی از بستکاران نامدار امروزه ما طالب شهیدی در عائله بستکار به دنیا آمدن، اونجا تربیت یافتند، اونجا فرزند دیگر هم هستند در عائله شادروان زیادلو شهیدی فرزند دیگرشون هم هستند، ولی طالب شهیدی اون چیزی که در نهادش بود با کمک پدر با کمک دستگیری محیط عائله به درجه رسون که حالا یکی از نامبرداران ملت تاجیک است که در تمام جهان طالب شهیدی رو همچون بستکار نامی، همچون آهنگساز خیلی معروف که داستان‌های سیمفونی می‌نویسد و پیشکش جهانیان می‌کند و در اون سطح می‌نویسد. مثلا 3 ماه پیش کنسرت‌های او در شهر مسکو گذاشتن و خیلی با شکوه هم گذاشتن و این خودش نشان دهنده اون است که در زمین هر یک کودک وقتی به دنیا میاد همه چیز هست، همه استعدادها اونجا هستند و اگر هنگامی که در عائله این مسئله مطرح می شود خب مادران از کودکان مادرشون فرزند الله میگویند. این اولین سبق موسیقی است. بعضی ها با سخن الله میگویند، بعضی ها با آهنگ حتی به سخن با هم صدایی که کلمه ندارد میگویند، یک چیز میگویند و کودک با زیر این صدا خوبش میبرد ولی تنها در همین جا بعد کودک کلانتر شد ما فراموش میکنیم که با کودک دانشجوی موسیقی ملکه موسیقی شناسی رو ملکه جهان شناسیش رو توسط موسیقی در اون حفظ کنیم، زیرا اون چیز رو خودش دارد و رشد بدهیم. وقتی که ما اون چیز رو قدم به قدم رشد داده میتوانیم ما در ذهن کودک این چیز رو نگاه میداریم نه بس با اون که او کی میشود در آینده، شاعر میشود، بستکار میشود، لیوچیک میشود، من نمیدونم پرزیدنت میشود، عالم میشود. همین دانش موسیقی به او کمک میکند که در هر موردی که باشد اولش روان خود رو آرام کرده تواند در انتخاب موسیقی برای خودش و برای اطرافیانش کمک کرده تواند، اشتباه نکند. و چیز دیگری که ما میدونیم که موسیقی روان انسان رو به تنظیم میدارد. هنگامی که ما خسته هستیم اگر ما در انتخاب موسیقی اشتباه کنیم خستگی ما برطرف نمیشود. و اگر که ما شناسیم که کدام موسیقی برای بیدار کردن روح و کدام موسیقی برای آرام کردن عصب شگفته آشفته کمک میکند خیلی آسان است. و اون چیزی که شما گفتید من گمان میکنم که حتی در صنف‌ها، در مکتب‌ها، در ارمیه، در جای‌هایی که ما تعلیم و تربیت گروهی داریم شاید موسیقی خاص باید باشن که پیش از آغاز شدن درس مثلا هنگامی که در حوض نمیدونم در مکتب‌ها 10-15 دقیقه مشق سحری بود پیشتر در اونجا میتونن موسیقی رو پیش از سر شدن درس به تمام مکتب شنوانن بسیار 3-5 دقیقه یک آهنگ صدا دهد. آهنگ مارشی است، آهنگ و آهنگ انتخاب کرده شده متخصصان معین کنن انتخاب کنن که برای مثلا بیدار کردن معینه فعال کردن او آماده کردن او به قبول دانش ها کدام موسیقی لازم است. این برای مکتبیان، برای دانشجویان مکتب های عالی، برای با انتظام کردن حرکت برای جوانانی که در صف ارمی هستند و ما از وسایل اخبار ما میفهمیم که بینها جنگ و جنجال ها میشه هم دیگر رو زده معیوب میکنن. این همون نبودن انتظام است، این همون نبودن تمکین است که در معنا باید باشد.
آنهایی که به انتظام عادت نکردند و در ارم میآیند و آن را در قالب انتظام جای کرده می شود، و در دلشون اسیان پیدا می شود و اسیان رو زیدی فرماندهیشون روان کردن نمی توانند. آن را روان میکنن زیدی هم خدمت های خودشان که از آنها ضعیفتر هستند و می شود شروع قیامت در بین جوان هایی که در داخل گرمهان زیادی دارند و آنها را اداره کردن نمی توانند. شاید از خزینه عالم موسیقی جهانی میگیریم و چیز خودمون که بهترش می شود که ما خودمون ایجاد میکنیم که ان همون انتظام را در روان آنها جابجا کرده تواند، که اسیان هایی که در داخلشان آنها دارند و ضد انتظام دارند آنها از بین آسانتر روند. زیرا موسیقی یک نعمت خیلی بزرگ است، یک اسباب بزرگترین طبیعت خداوند یا شور کیهان میگیم برای انسان است و استفاده کرده توانستن اون من گمان میکنم یکی از میتواند یک چی میگم یک شکرانه ما و آسان کردن مشکلات ما در زندگی باشد و در هر یک قدم ما میتوانیم اون رو استفاده بریم. نه تنها در توی های معرکه ها ما عادت داریم فقط در معرکه ها در توی ها موسیقی یک مقامی پیدا میکند و مردم در زیر نوای موسیقی میرقصند. در اکثر موارد دیگر من نمیدونم در خاندان تاجیک اگر در روی موسیقی صدا میدهد یا نه، یگان آدمان هستند که خودشون دوست میدارن رادیوشون رو بلند میکنن یا در تلویزیونشون نمیدونم کدام یک دستگاه موسیقی دیگر موسیقی رو گوش میکنن، ولی نه همیشه. ما باید به نظر گیریم که کدام موسیقی رو در کدام حالت گذاشته نمونده کار. مثلا من از یک شناسم شنیدم که و در جای فهمیده است که کارگرها را برای که کارشون خوب کردن ما باید یک سراینده ها را بریم و آنها بسرایند و که آنها در شرایط کوهی کار میکنند و یعنی که حاصلناکی کارشون خوب شود. وقتی که آنها بردند سراینده ها رو و رقاصه ها رو در آنجا، برعکس زن و زنی ها چند وقت پس شدن حاصلناکی کار شده است که سببشان که آنها در آنجا موسیقی را خواندند که اون موسیقی که جنسیت ارزهای جنسی آنها رو بیدار کرد، آنها از یارو از اویله و از خانه دور. برای همین یعنی که باز استفاده بردن موسیقی در جمعیت برای مردم میمانند دارویی است که اگر اون رو درست استفاده نبرید زیان میرساند و بدانند حالا کمپوزیتوران، بسته‌کاران، حافظان، سرایندگان بدانند که با همون شعر با همه ایجادیاتی که میکنند مردم رو میشنند و جمعیت رو تربیه میکنند. بله. یعنی اگر ما همه وقت جمعیت رو در یک زینه غریزه های گوییم که جنسی خپیم و سبب عشق و عاشقی و سبب دوست داشتن و سبب مناسبت های ناکام و بعضی چیزها ما بسیارتر انعکاس کنیم، اینها تاثیر میرسانند. یعنی که جوان رو شعور جوان رو از آن مقصد و هدف هایی که دارد برمیگرداند و مناسبت های بین دو گوییم که جنسیت رو پرزورتر میکند. چون که در یکی از کتاب های کهن یکی از خلقها نوشته شده بود که اگر که میخواهید خلقی را از بین برید در آنجا جنسیت مناسبت های جنسی را غریزه ها همون مناسبت های جنسی را در آنها یعنی پریوریتیت اولین درجه کنید، افضلیت بدهید که آنها در این باره بیشتر فکر کنند و همون عشق و عاشقی و همون مناسبت هایی که بعضی جوان ها گرفتار میشن و سبب از دست دادن دوره جوانی میشود و کسب نمیآموزند و عبود نمیکنند و بسیار چیزها انا همین زیانش همین هدفهایشان گم میکنند. برای همین این موسیقی میتواند چنین کند. برای در برابر این باز موسیقی های دیگری که مثلا میتوانند که آنها حس های دیگری آموزشی به مقصد رسیدن، پهلوان بودن، وطن خود را دوست داشتن، معنویات را رعایت کردن. چون که حتی که میدونیم که خودی عارفان ما یک موسیقی خاصی به خود داشتن و آنها به حالت آورده آنها را میرساندن. البته من فکر میکنم که در این مسئله ما بسنده حرف زده میخواستیم که مناسبتی موسیقی را به سلامتی انسان بگوییم. بله. و چخیل آن را استفاده بریم که سلامتی را خوبتر کند. و چخیلی گفتیم شما هم قید کردید که بدن انسان این یک انسامبلی هست که در آن دل که دایره هست و
موسیقی ضربی هست، بله. نه این شیش های ما هستند، باز حرکت های استخوان های ما و دیگر هر یک عضوی که در ما کار میکند یک موسیقی خود را دارد و با واسطه موسیقی ممکن است که همان نوایی فراموش شده ای که عضو در نتیجه این یا آن عامل ها از دست داده است آن را برقرار سازه. بله. موسیقی میتواند و موسیقی تراپی که موسیقی درمانی، موسیقی درمانی، موسیقی شفایی در یکی از سمت‌های روانشفایی ما هست و ما آن را البته ماهرانه استفاده میبریم و همکاری داریم با بعضی کسانی که در این سمت فعال هستند. آنها با ما همان موسیقی های لازمی را میارند و ما آنها را در توبت و در تربیه و در دیگر چیزها ما استفاده میبریم و بدانند که کاری دل بینید چخیل و یک نظم، یک موزونیت، یک ضربه های پی در هم خود را دارد. اگر این ضربه ها ویران شوند یعنی که بیماری اریتمی می شود و با واسطه موسیقی که مثلا کاری دل او را نشان می دهد یا که بیماری نفس گیری و نفس تنگی، دیقی نفس می تواند که با واسطه نای دخواه ارکستری که میگن یا خودشان همین کار کردن سببی بقوت شدن شش های فرزندان و از اون جمله صحت شدن بیماری هایی که از این موضوع های راه نفس می شود و در هر سمت موسیقی را هم در جراحی، هم در عصب شناسی، هم در بیماری های درونی، هم در بیماری های استونمهره و تکیه‌گاه، هم در بیماری های چشم و گوش و استفاده بردن ممکن است که این در عالم موسیقی شفایی یک کاتالوگ خود را دارد. انسان در هر حالت کدام موسیقی را میتواند گوش کند که سبب راحت او شود. و چیزی دیگر اون است که البته موسیقی شفایی علامت من دارد در بعضی بیماری ها، از آن جمله بیماری های جنونی، استریکی و بیماری سر، یعنی که اپیلپسی که میگویند، موسیقی علامتی من دارد و البته ما میدونیم که هنوز از در بطن مادر کودکان صدای دلی مادر خود میشنوند. یکی از عالمان ژاپن در آن تولدخانه که کودکان گریه میکردن در مگنیتوفون سالهای 70 عصر 20 موسیقی نظم کار دلی مادر حامله دار ماند، بلند صدا که داد، همه کودکان نوزادان آرام شدند. این که نشانداری آن است که آنها در بطن مادر گوش میکردند و خیلی خوب است که نوای زندگی، نه فقط موسیقی، نوای زندگی که انسان زندگی میکند آن خوش باشد و خوب باشد و سازنده باشد، چون که در بطن مادر حتی صدای دل مادر اگر تیز زند و هر زمان مادر بترسد و هر زمان حالتهای ناراحت، استرسی، زیانی را بگیرند، آن وقت فرزند تولد شود با نقصانها متاسفانه تولد میشد. یک نقصانی که حالا بسیار معمول است، چربنای دولینی، یعنی که فشار درون کاسه خانه سر میگویند و کودکان از این بسیار سیر حرکت و ناآرام هستند. این یکی سببش همون آدرنالینی هست که در نتیجه ناراحتی های عصب به وجود میبیاد و موسیقی اسرار و سیر خود را دارد. ممکن است با واسطه موسیقی تاثیر رساندن، توبت کناندن، تربیه کناندن. با واسطه موسیقی ما در تجربه های خود دیدیم که انکشاف رستنی ها دیگر میشد. ما استفاده بردیم، خودمان در همین شرایط عادی خودمان هم موسیقی های راک و هم موسیقی های شش مقام و دیدیم که انکشاف رستنی ها در این یا آن موسیقی گوناگون است. از آن جمله در تاثیرات موسیقی راک تاثیر منفی میرساند و تیز آنها رو پژمرده، همین رستنی ها رو پژمرده میکند و انکشافشون رو سست‌تر میکند. و البته در ماندن صدای موسیقی شش مقام ما دیدیم که در حقیقت دیگرگون میشود است، رستنی انکشافش تیزتر میشود است و دارویی که از او تیار کرده میشود داروی خیلی خوب و تاثیر بخشی هست. یعنی که انرژتیکای همان مولکوله های شیمیایی که در داخل دارویی که از همون رستنی میشد و قوت‌تر میشود است و قابلیت تاثیرناکیش خوبتر میشود است. البته این کارهای ما کردیم
در آینده باز چقورتر و عمیق‌تر آموختنشان لازم است و ما میدونیم که در حقیقت یک سیر دیگری که بسته‌کاران باید بدانند این در آن ایمپولسی قوه عصب که به عضوها می آید و به نظر گرفتن آن اودیتوری که آنها را گوش می کند و در این وقت موسیقی می تواند که منفعت زیادی بیارد که بعد شنیدن موسیقی یا سرانده‌ای که می خواند که موسیقی برای سراینده اسب است و سخن او رو تیز به شعور مردم می رساند. بله. برای همین در این مثلا می توانند که منفعت زیاد برسانند و می توانند متاسفانه زیان هم رسانند. بله. موسیقی بسیار گوش کردن سر دل سخت می کند، آدم رو سنگدل می کند، آدم رو عصبانی می کند. برای همین در گوش کردن موسیقی یک ساعت معینی لازم است که آنها و حالت معینی لازم است. برای همین در آخر می خواستم به مردم شریف خود در مسئله موسیقی هشداری کنم که موسیقی تربیه می کند، موسیقی عالمی باطنی ما و شما را می سازد. برای همین در گوش کردن آن، در استفاده آن و در توصیه به دیگران البته از عقل و خیرت استفاده باید برد. واقعا چنین است. موسیقی یکی از دستگاه ها، یک از اسباب هایی است که به ما داده شده است و در استفاده همه گونه چیز باید معیارها باشند. اندازه نگهدار که اندازه نکوست در مورد موسیقی هم کار می رود. و یک چیز دیگر من میخواستم چه خلاصه صحبت امروزه بگویم، چون در مورد موسیقی سخن کردیم و در مورد کودکان، در مورد رشد انسان ها، باید پدر و مادران جوان باید از عالم موسیقی با خبر باشند، از تاثیرات آن دانش های داشته باشند که در مورد تربیه، در مورد بنیاد مناسبت های سالم به خودشان چگونه از موسیقی استفاده برند و خاصه به مادران. زیرا مادر در دوام 3 سال اول عمر کودک انسان اساسی اوست، شخصی است که از او از همه بیشتر اطلاع میگیرد و مادری که از عالم موسیقی آگاه است در این مورد میتواند خیلی خوب از موسیقی استفاده برد برای تربیت فرزند خودش، برای جا به جا کردن خیشت های مفکوره او، خیشت های روان او و شناختن موسیقی روح نواز از موسیقی گوشخراش در جوانی مشکل است. زیرا جوانان چون پیشتر گفتم ریتم جسم خودشان که بسیار فعال است، میتوانند در دوره حامله‌داری زن جوان میتواند از همین گونه موسیقی های چی میگن اگریسیونی ولی که خشونت رو میانگیزد به خبر آنها رو گوش کنند و واقعا هنگامی که مادر حامله دار است و این گونه موسیقی رو گوش میکند این به کودکش تاثیر میکند و اون 3 سال دوره که دوره اساسی بنیاد انسان از خشت های اولی که ما میگیم خشت اول گرنیت معمارکش، در همین دوره اون خشت ها گذاشته میشوند. استفاده کردن موسیقی خیلی مهم است. حالا مادران جوان ما نه همه اعلی گفته میتواند، نه همه علم اعلی رو میدوند، این هم یک ملکه و یک قوه های دیگری رو میخواهد از انسان و در این مورد میتوانند از بس که موسیقی دسترسی موسیقی در زمان ما خیلی خیلی آسان شد. زمانی بود که برای شنیدن موسیقی ما تئاتر میرفتیم، کنسرت گوش میکردیم، بعد پیدا شد رادیو تلویزیون که در ساعت‌های معین موسیقی رو میدادن. حالا موسیقی از همه جا صدا میدهد. یک تلفن کیسگی ما در ترکیب خودش میتواند ده‌ها صدها نمود موسیقی رو در خود جای کند و من میدونم مادران جوانی رو که هنگام بجای الله موسیقی رو میمونند و بگذار این موسیقی ها محض موسیقی روح نواز باشند. بهتر است که این موسیقی کلاسیکی باشند و از آن هم بهتر است که این موسیقی کلاسیکی تاجیکی باشند که مفکوره تاجیکانه اون فرد آن را بنیاد کند، روان او رو در همین موافقه همین ملت پیوسته به ملت و فرهنگ بنیادی اجدادان خودش بسازد تا که هنگامی که کلان می شود در همین منطقه در همین کشور زندگی می کند در بین او یک توازنی باشد با ملتش. و یک چیز دیگری که میخواستم که این هر یک انسان میتواند در روزگارش هر روز استفاده برد، مادران پدران فرق ندارد میتوانند استفاده برند. این استفاده موسیقی در پاک کردن آب است. همه ما میدانیم که آب یک معجزه دیگری طبیعت است که اون میتواند ساخت خودش رو زیر همه چیزی که در اطرافش است دیگر کند. اون چیزی که در مورد رستنی گفتید واقعا همون ترکیب آب ویران میشود. زیرا رستنی هم خیلی در ترکیبش آب زیاد دارد و اون وقتی ترکیب ویران می شود
رستنی خشک می شود و انسان هم چون رستنی است، در ترکیب جسم انسان هم 80% تقریبا آب است. مولکولوی. بله آب است و وقتی که ما آب را در خانه وقتی که میگذاریم میتونیم مثلا یک موسیقی روح‌نوازی که خودمون حس میکنیم که منفعت دارد، ما فراست داریم، فراست این کانالی ما با شعور کیهان است، ما در دلمون حس میکنیم که همین چیز خوب است، میتونیم آب نوشابه را بالاش کشیده مونیم و اونجا موسیقی صدا دهد. بگذار موسیقی کلاسیکی باشد، بگذار تلاوت قرآن باشد، بگذار چیزهایی باشد که روان خود ما را راحت میبخشد و از آن آب دیگران هم بنوشند. هم فضای خانه آرام میشود، یک نیروی پاکیزه پیدا میکند در خودش و خود همان آب هم که بعد می نوشند ضمیر انسان ها رو، طینت انسان ها رو، جسم آنها رو از بسیار چیزهایی که زیادتی است پاک میکند و اون آرامشی که ما از خداوند میخواهیم، از طبیعت میخواهیم، از زندگی میخواهیم توسط این آبی که از موسیقی غنی میشود، مولکولش دیگر میشود، اون رو بنوشند و برای خودشان یک منفعتی پیدا کنند از اون نعمتی که خداوند به ما داده است با نام موسیقی. البته در آخر میخواستیم بگوییم که در باطن انسان دائم یک موسیقی رفته ایستاده است و ما خیلی بسته‌کاران و سرآیندگان خوبی داریم که از عالم معنوی، از عالم خیرات، از عالم عقل و احساسات خیلی والا درک دارند و بگذار مردم ما چنین موسیقی هایی رو گوش کنند که در آنها احساسات مثبت، روانی، عقل و واقعیت روانی و دوست داشتنی وطن و معنویات والا باشد و موسیقی رو ممکن است عوض کرد. هر کس می تواند باز مشق‌های مخصوصی روانی هستند که با واسطه این مشق‌ها موسیقی باطن خود را عوض کند و طبع خود را خوش کند و به زندگان و زندگی دیگران هم تأثیری مثبت رساند. واقعا چنین است، واقعا چنین است. روزگار ما پر از موسیقی است و بگذار در ضمیر هر کدام ما همون ذوق موسیقی شناسی، ذوق موسیقی دوست داری، ذوق محبوبیت زندگی همیشه بیدار باشد و موسیقی روان ما با طبیعت ما همیشه جور باشد. همیشه بگذار موسیقی که در جسم ما، در اطراف ما صدا میدهد همیشه آن رسول سعادت و آسودگی و خوشبختی ما باشد. آباد باشد بینندگان عزیز. و دسترس کنید موسیقی هایی که خود مردم خلق تاجیک و بسته‌کاران ملت ما ایجاد کردند و آنها خیلی غنی هستند از معنویات. بله.